بسم الله و صلوات و السلام علی رسول الله. دوستان گرامی، ما در حلقه گذشته درباره بیعت عقبه یکم و بیعت عقبه دوم صحبت کردیم. در بیعت یکم 12 نفر صحابه اشتراک کردند از اهل یثرب و در بیعت دوم باشد 73 نفر اشتراک کردند. روایت رو از جابر بن عبدالله انصاری و کعب بن مالک آوردیم. مثلا جابر بن عبدالله میگه که ما با پیغمبر یک بیعت میکردیم، یک با پیغمبر دست میدادیم و پیغمبر برای ما بهشت میداد. این روایتی جابر بن عبدالله است. یعنی ببینید چقدر اونا اخلاص بودن وقتی که به پیغمبر علیه السلام نزدیک شدن و پیغمبر دست دادن. اونها یقین کردن که اگر به این شرط هایی که پیغمبر بالای اونها گذاشته‌اند، این بندها رو اگر اونها رعایت کنند، برای اونها بهشت است. ببینید میگه که برای ما پیغمبر بهشت میداد. خلاصه وقتی بیعت دوم برپا شد، پیامبر علیه السلام از اونها خواستند تا اینکه 12 نفر رو انتخاب کنند. چخیلی در حلقه گذشته اونها از بین خود 12 نفر رو برآوردند و این یک نمود میگن که یک نمود حکومتی پارلمانی یا یک نمود مجلس ملی بود که شؤون مسلمان های مدینه رو اداره میکرد، که خود اونها اون شخصا رو اختراع کرده بودند و پیامبر با اون 12 نفر به علاهیدگی جمع شدند و اونها رو با اونها عهده‌داری اونها رو فهمیدند و عهده‌داری خود رو نسبت مسلمانان برای اونها فهمیدند و گفتند که از بین خود یک نفر رو باز رئیس انتخاب کنید و از همه جوانترین اونها اسعد بن زراره رئیسی همون مجلس ملیشون شد یا اینکه رئیسی همون پارلمان مدینه شد. بیاید گوش کنید که کعب بن مالک چی میگه اینجا. کعب بن مالک میگه که وقتی که ما با پیغمبر بیعت کرده شدیم، یک صدای برآمد گفت که یا اهل الجباجب، یا اهل الجباجب هل لکم بمذمم و الصبات. ای اهل یعنی که منظور مکه رو، اهل مکه رو خطاب دارد اینجا. و به مذمم این عکسی معنای محمد است. اگر محمد ستوده باشد معنای مذمم نکوهیده است. یعنی اینجا این شیطان لعین، خیلی که پیامبر در روایت میگه که این شیطان عقبه هست، گفت که ای مکه کجا خواب میروید؟ این محمد و همون یک توده از پیروهایش صبح این لقب بد بود. یعنی که خیلی گفتم رسانه مکه همیشه با نامهای بد مسلمان ها رو وصف میکرد و گفت که اینها جمع شدن تا اینکه علیه شما جنگ اعلام کنند. پیامبر بس راست میگه، گفتن که از اینجا پراکنده شوید تا اینکه این آواز شیطان رو دیگر که شیطانای انسی در مکه شنیده از پی دستگیر کردن مسلمانان شوند. اما بازم همون عباس ابن عباد برادر در بدایت بیعت دوم گفته بودن که عباس برآمد مردم هشدار داد که هی مردم شما سراسیمه نشوید، شما میدونی که برای چی با این پیامبر دست داده ایستاده؟ هم مرد گفت ای پیغمبر اگر خواهیم ما صبر میکنیم همین سحر به اهل مینا شبیه خون بزنیم، اهل مینا جنگ میکنیم. پیامبر علیه السلام وقتی گوش کردن گفتن که من به این چیز دستور ندارم. ببینید مهربانی پیامبر، ببینید انسان بزرگ، انسان بزرگوار، انسانی که کارها رو بر میکشید، همیشه بالانس رو رعایت میکرد، یک چیز به نام فقه موازنت رو همیشه رعایت میکرد. گفت من دستور ندارم. با امروز بعضی ناکسا می آیند و پیغمبر تهمت به تروریسم میکنند، پیغمبر تهمت به ارهاب میکنند، پیغمبر تهمت به دهشت افکنی میکنند، در حالی که همه وقت پیغمبر مهربانی خودشان نسبت چی مسلمان و چی نسبت غیر مسلمان اظهار میکردن. بعد انصاری ها رفتن بین هم قبیله خودشان درام بودن، باز خوابیدن گویا که کارش نشده باشه. سحر میتون گفت که رضویت که مکه خوب کار کرد و تقریبا معلومات های اولی و بدایی پیدا کردن که گویا محمد با همه مدینگی ها چی اتفاقی کرده باشد، چی پیمانی کرده باشد. راست آمدن به خیمه اهل مدینه. اکو امروز باید مدینه ها میرفتن. ما خیلی گفتیم پیامبر خیلی به دقت یعنی که شبی پیمان و وقتی پیمان رو خیلی به دقت پیامبر انتخاب کردن تا اینکه مشرکان نتوانند که بعد کسی رو دستگیر کنند. روز آخرین حج بود و آنها اومدن خیلی یک بلوای برگشتن که این مدینه که ما شنیدیم که شما این شورشگری ما رو که با وی هم پیمانی دارید، او رو مقصد میخواد که با اتفاق باید بر ضد ما جنگ کنید، ما با شما جنگ کردن نمیخواهیم
ما شما رو احترام میکنیم و غیره. خیلی گفتیم در حلقه گذشته این مشرکای مدینه باخبر نبودن از این چیز که این گم نشده، هیچ که هیچ جون نرفت است، ما همش خوب بودیم ما که یک بار نماینده همون کاروان، بزرگ کاروان عبدالله بن ابی بن سلول که بعدها به سردار منافقان مشهور میشود گفت که من به خدا قسم میخورم این قبیله من بدون مشورت من یگان اقدام نمیکند. والله گفت به خدا گفت چند بار قسم خورد، در قسم خورش هم راست بود، نمیدونست، معلومات نداشت درباره این چیز. بعد دیگر مشرکا تقریبا نیمقانه یا که شبه قناعت پیدا کردن که کاری نشده است. بازگشتن به مکه رفتن. وقتی به مکه رفتن باز خبرهای نو بر آنها اومد، خبرهای یعنی جهادهای گوناگون استخباراتی به آنها خبر داد که این شب همین اتفاقی افتاده است. اونها دیگر از پی یثرب دویدن، اسب دووندن رفتن که کسی رو دستگیر کردن. دیگر وفد یثرب براه برآمده بود و کایها از مکه دور شده بود. فقط تنها توانستن 2 نفر رو دریافت کنن که یکی اونها منذر نام داشت، دیگر سعد بن عباده، و منذر توانست گریز زد از دست اونها و سعد بن عباده رو دستگیر کردن که وای رئیس قبیله بود، بزرگ قبیله بود، بزرگ قوم بود. چنان اهانت کردن، میگن از مش کشیدند و به زمین افتاندند و روحش به زمین مالیدند و زده به مکه آوردند و بین مردم مکه می‌آوردند، شکنجه میکردند، عذاب میدادند. و یک مردی عاقل از مکه گفت تو یگان هم پیمان نداری اینجا، یگان انسان نداره که تو رو شناسم. گفت من جبیر بن مطعم دارم. گفت من مال و کالا و کاروان جبیر بن مطعم حمایه میکردم، به اینکه زیر حمایه هستم و زیر حمایه من از وقتی که کاروان از نزد ما میگذره. خبر وقتی به جبیر رفت، جبیر آمد و او رو زیر حمایه خودش گرفت. گفت این مردک من کار میکنه، شما چه دیوانه شده؟ گفت این راه کاروان منو اگر مندد رئیس قبیله است مکه گفت از جهت اقتصادی گفت تمام میشود، نابود میشود. یعنی از قدیم مردم از جنگ اقتصادی خیلی میترسیدن، از گرسنگی خیلی میترسیدن. بنابراین گفت که اگر این سعد بن عباده رو شما اهانت کنه، اگر این رو داز راه اینجا رو بندد برای ما، گفت دیگر نگون چیز نمیآید، دیگر راهی کارمانای ما بسته میشه به سوی شما. یک نکته جالب دیگر این بود که مسلمان‌ها همونجا بودن، پیامبر هم همونجا بودن، لیکن دخالت کردن نمیتونستن. چرا؟ اگر دخالت میکردن دیگه 100% همه چیز سرها آشکار میشد. و این لطف الهی بود که پیش از اون که سعد بن عباده شکنجه شود و اون مثلا صحبتی که با پیغمبر بود، بندهایی که پیغمبر اونها رو آزار کرده بودند فوش کرده نشد. چون که پیش از اون که فوش شود، جبیر بن مطعم اومد او رو زیر حمایه خود گرفت. خلاص انصاری‌ها به مدینه بازگشتند و دعوت رو شروع کردن بین قوم خودشون، باز به یک تلاش و سعی بزرگی دیگر به استقبال پیامبر آمادگی می‌دیدند و گویم که یک زمینه سازی برای بینای امت در مدینه، یعنی که به طوری بسیار متشکل براه مانده شده بود. باید بازگردیم به مکه. مکه باشد وضعیتش دیگر وخیم شد. در مکه حالتی فوق‌العاده اعلام کرده شد، تمام مقامات به پای ایستاده بودند تا اینکه تمام حرکات و سکانات مسلمانان را زیر نظارت خود گیرند. چرا که دیگر اونها تشویش دادن که محمد، اونها میدونستن که معنای این پیمان چی است، معنای هجرت پیامبر چی است. بنابراین نمیخواستن که کسی از مسلمان‌ها به مدینه رود و برای اونا دردسر ایجاد کند. دیگر ما به موضوع هجرت نزدیک شدیم. هجرت یک کار آسان نیست. هجرت فقط ترک وطن نیست، بلکه هجرت این ترک دوستان، ترک اقربا، ترک خاطره های خوب، خاطره های نیک، ترک مال، ترک کالا، ترک تجارت، همه این را ترک کردن از هجرت. یعنی انسان وقتی که برای الله تعالی میبرد، برای الله تعالی هجرت میکند، همه این چیزها را از بهرش میگذارد. این هجرتی که صحابه میکردن، این هجرتی بود که آمادگی به نبرد بود، چی با مشرکای نیم جزیره عرب و چی با مشرکای تمام عالم. اونها اینو خوب درک کرده بودند. در همون بیعت عقبه هم وقتی که عباس بن عباد هم برآمد و برای ابن معرور هم برآمد، اونها گفتن که ای مردم مدینه، شما به این مردک دست ایستادید با آنکه شما به تمام سیاه پوست و سرخ پوست و سفید پوست و نمیدونم چی نوع انسانی باشد علیه او دیگر شما گویا که شمشیر بسید، شما شمشیر باران خواهید شد. همین اونها درک کرده بودند. بنابراین وقتی هجرت هم میکردن، این مسلمانان این چیز رو به خوبی درک میکردن. برادرها، سوال به پیش میاد که فرق بین هجرت مدینه و هجرت به حبشه چیست؟ اگر هجرت حبشه رو به خاطر داشته باشید دوستا، در حلقه ما گفته بودیم که
بسیارتر اونها میخواستن که یک پایگاه ذخیره‌ای یا پایگاه ایلاوگی در اونجا برپا کنن که در حال در مکه نابود شدنی پایگاه پیامبر علیه السلام این پایگاه دعوت خودش را به پیش میبرد. اینچنین یکی از موضوعهای جزئیاتی همین هجرت این حمایه همون جانب مسلمانای مستضعف و بیچاره بود که بسیار شکنجه میدیدن. اما مدینه باشد برعکس است. مدینه، هجرت مدینه این معنای بینای امت است، بینای دولت است، بینای یک سرزمینی که تواند مسلمانان را حمایه کند، تواند ارزش‌های اسلامی را پیاده کند، تواند شعارهای اسلامی را مردم آزادانه اجرا کنند، کسی به آنها خلل نرساند، کسی آنها را بالاشون فشار نآورد، کسی به آنها نگوید که این کارو کن این کارو نکن. بنابراین هجرت مدینه هجرت بزرگی است، چرا که اینجا آینده امت حل می شود، آینده ملت حل می شود. از این مسئله باز سوال دیگری پیدا میشه که چرا در مدینه دولت ساخته شد و در حبشه دولت ساخته نشد، یا چرا در مدینه دولت ساخته می شده است و در حبشه برای مسلمانان دولت ساخته نمی شده است. این هم یک سوال جالب از حقیقت. برای این باید که عامل ها را نظر کنیم. اگر عامل ها را نظر کنیم ببینیم که حبشه اصلا یک دولت مستقلی است. یک. دومش عرف و عادتاش از عرف و عادتهای عرب فرق میکند. دو. سومش اونجا حمایه از طرف یک کس دیده میشدن. خیلی در حدیث اومده که پیامبر گفتن که به زمین حبشه روید که اونجا شاهی هست که کسی در نزد او ظلم کرده نمیشد. یعنی حمایه مسلمان ها فقط کفیلش یک نفر بود. اینم از جهت خطرناک بود که وقتی این یک نفر نابود شود یا انقلاب بر علیه حکومت نجاشی میشد که شد، حرکت انقلاب شد، لیکن نجاشی توانست که آنها را خاموش کند. اگر انقلاب میشد مسلمانان دیگر یتیم میماندن، دیگر بی حمایه میماندن، بدون حمایه عذاب، باز همون عذاب شکنجه بالا سرشون میماند. بنابراین اونجا احتمال ساختن دولت برای مسلمانان خیلی کم بود و خیلی ضعیف هم بود، چون که اونجا اینکه زمینه نداشتن. اما مدینه برای اون در اونجا دولت ساخته میشد که پیامبر علیه السلام اعتمادشون بعد الله تعالی به یک جمعیت بود، جامعه بود، افراد بود. بنابراین پیامبر میتونست که اونجا دولت خودشون سازند، یعنی که یک نفر نبود بلکه جماعت بود. یک چیز دیگر، یک نکته زیبایی دیگری مدینه این بود که مکه رو بتونست بوقی کند از جهت اقتصادی، بتونست که راه کاروان اونها رو بنده، کاروان دیگه به شام رفتن نمیتونست. بنابراین مدینه یک جای بسیار از جهت استراتژی جای مهمی برای پیامبر علیه السلام به شمار میرفت. غیر از این دیگه مدینه‌ها عرب بودند، عرف و عاداتشون مثل عرف و عادات اهل مکه بود و غیر از عامل ها. برای چه هجرت بزرگ است هجرت مدینه؟ برای اینکه اینجا عزم، سعی، تلاش، یک شور و شوق از طرف صحابه دیده میشد. اینچنین علاوه بر این عامل های دیگری بود که همین وزنینه های راه را، وزنینه های هجرت را برای اونها سبک میکرد. یکیش وعده الهی و معیت و همراهی الله تعالی با اونها بود که اونها اون رو احساس میکردند و میگفتند و میدیدند که خیلی الله تعالی اونها را از چنگال کفر و ظلم و ستم ظالمای مکه خلاص کرد. اینجا احساس میکردند که الله تعالی با اونها هست، اونها را صحت و سلامت به مدینه رسوند. عامل دیگرش است که مسلمانان نزدیکی نصرت و نزدیکی بینای امت رو احساس میکردند که اونها رو خیلی به شوق می آورد. همون امتی که اونها درباره‌اش معلومات میگشتن در مکه امروز عملا تطبیق میشود در مدینه. یک نکته دیگرش است که پیشوایشان محمد علیه السلام مثل اونها بود، مثل اونها عذاب کشید، مثل اونها شکنجه دید، مثل اونها هجرت کرد. خیلی که اونها 12 روز 14 روز هجرت کردن، پیامبر هم 12 روز هجرت کرد. خیلی که اونها شتر سوار و پیاده بودن، پیامبر هم شتر سوار و پیاده هجرت کرد. خیلی که اونها گرمی تصفان آفتاب نیم جزیره عرب و صحرای جزیره رو میچشیدن، تشنگی رو میچشیدن، پیامبرشون هم پیشواشون هم عیناً همین چیز رو چشید. این چیز با اونها باز شور و شوق زیاد میداد که از اونها خودش رو بالا نمیگرفت و مثل اونها را. اینم حکمت الهی است. پیامبر علیه السلام گفتند ان الله قد جعل لكم اخوانا و دارا تأمنون فيه. ببینید عباره در اون حبشه گفته بودن که برای شما الله تعالی حبشه رو اختیار کرد زیرا که اونجا شاهی است که ظلم نمیشود کسی در نزد او.
اینجا باشه گفتن که الله تعالی برای شما برادرهایی را انتخاب کرد و برای شما هجرتگاهی را انتخاب کرد که اونجا امن و امنی خود را احساس خواهید کرد. همین عباره اونها را به هجرت باز شوق و سعی و تلاششان زیاد کرد. هجرت قصه های وزنی دارد، قصه های خیلی غم آلوده دارد، قصه های دارد که بدون ریختن اشک خواندنش ناممکن است. بیاد رو می‌آوریم به یک قصه خیلی غمگین ترین از قصه هایی که در وقت هجرت به مدینه به وقوع پیوسته است، هجرت ابو سلمه و ام سلمه و سلمه. یعنی که یک عائله که یک کودکی خردکی که داشتند. وقتی که اینا برآمدند در راه قبیله زن آمد و از شوهر زن را جدا کرد و گفت شما حق ندارید که این زن که مال ما از مال قبیله بنی مغیره هست شما گیرید همراه خودتان به مکه برید. از شوهر جدا کردند. شوهرم کار از دستش نمی آمد. وقتی که این خبر قبیله مرد شنید آمد و بچه رو کودک رو از مادر جدا کرد، گفت که این کودک خونی ما هست، این از قبیله ما هست، شما حق نداره که کودک ما رو اینجا در نزد خود زندانی کنه. و سلمه رو از مادر جدا کردن. پدر به مدینه رفت، مادرش در قبیله شبه زندانی هست و کودک رو قبیله پدرش برده است. 3 نفر در 3 جا. همه این عذاب و شکنجه، همه این جدایی، همه این فراق، همه این جگربریانی را آنها فقط برای خاطر الله تعالی تحمل میکرد. ام سلمه روایت میکنه که میگه که من هر روز میبرمدم گریه میکردم. در یک جای جای قبیلش در یک بلندی بود، میبرمد گریه میکرد تا بیگاه گریه میکرد با خانه میومد. میگه تقریبا نزدیکی به 1 سال به همین شکل گذشت. بعد دیگر میگه قبیله هم رحمشون آمد و گفتن که خیلی جواب تیره و همراه شوهرش دیگر این زن عذاب کشید. 1 سال است که گریه میکند، هیچ از فراق شوهرش نمیتوند، از جداگی شوهرش دیگر براش مشکل است، از کودکش جدا هست بالاش. بعد وقتی تصمیم این قبیله رو قبیله پدر این کودک شد، یعنی که قبیله شوهری زن، کودکش رو آوردن گفتن کودک هم گیر همراه برا. تصور کنید زن تنها تکی تنها مسافه 400 و چند کیلومتری بین مکه و مدینه رو طی میکند. برای چی؟ برای چی حیات خودش رو، حیات کودکش رو به خطر میاندازد. این راهی که فقط صحرا است، خشکی است. در راه در تنعیم، یعنی که 10 کیلومتر 15 کیلومتر مکه، عثمان ابن طلحه رو میبیند و عثمان ابن طلحه میگه کجا میره؟ میگه تکی تنها میگه که من مدینه پیش شوهرم میرم. مرد در حقیقت مرد به شهامت بود، گفت من تو رو تا مدینه میبرم. و ام سلمه میگه که بسیار مردی فاضل بود، مرد به تمام معناش بود، به معنای اون که وقتی که میگه ما رو با هم میبرد شتره، وقتی که شتره به زمین مینشینان میگه به طرف من نگاه نمیکرد تا اینکه از شتر نفرایم. وقتی که از شتر فراندم بعد شتر رو میبرد به درخت میبست، بعد از من دور میایستاد، من دیگر کار برم میدم، بعد دم میگرفتم، بازم به همین شکل همین خیال. میگه چند روز تا مدینه اومدن، نزدیکی وقتی که نزدیکی قبا اومدیم گفت که شوهری تو در همین چی است دهکده هست، راو دیگه به شوهرت یک جو شو. و به همین شکل عثمان ابن طلحه گرچه که در دین اسلام نبود، لیکن همچون یک شخص، همچون یک انسان همین نیکی رو برای ام سلمه کرد. نمونه دیگر هجرت برادرها، هجرتی صهیب رومی هست. صهیب رومی یک غلام بود، یک بیچاره بود که از روم اومد به مکه کار میکرد، زندگی میکرد. وقتی که خواست که هجرت کند پیش راهش گرفتن که نه تو یک گدا اومدی به هیچ چی اومدی پیش ما، اونجا پولدار شدی، مالدار شدی، یک دیگر پول کجا میبری؟ گفت که من اگر هم مال و پولم و کالم برای شما تیام از شما خلاص میشم، میگذاره که من پیش پیامبر روم. گفتم بله. بعد همه چیش رو وقتی سپرد اونا راهش شدن، صهیب به مدینه آمد. وقتی که پیامبر این قصه رو شنیدن گفتن که ربح صهیب، ربح صهیب، یعنی صهیب فایده کرد، یعنی که به یک مال و کالای فانی آخرت رو برای خودش خرید. خب دوستای عزیز، هجرت پنهانی بود، بس به اون که مقامات مکه خیلی نظارت رو بالای مسلمان رو سخت کرده بودن، نمیتونستن که اونها برای هر طرف شبانه میبرمدن، بجای میبرمدن، پنهانی میبرمدن، مخفی میبرمدن. و همین شکل مسلمان ها
تنها یا فرد گروه از مکه برآمده میرفت. فقط در هجرت یگانه یک شخص آمده است که آشکارا هجرت کرده است، عمر ابن الخطاب. و در اون روایتی که روایت میکنند آمده است که میبرد میگه که کسی خواهد که زنش بیوه ماند، کسی خواهد که مادرش در جنازش گریه کند، کسی خواهد که کودکش یتیم ماند، برو در قفای این وادی روبرو شود. و این گپ رو میگه اهل مکه دیگر میگن لال شدن، گنگ شدن، نتونستن جواب بگویند و عمر برآمد هجرت کرد. یعنی که یک نمود این چیزا آوردن در روایت ها، اما این روایتی درست نیست. روایت صحیح این است که عمر بن الخطاب مثل دیگر صحابه ها هجرتش هجرتی پنهانی بود و اما اونها یک مجموعه بزرگ تقریبا چقدر در بخاری آمده است 20 نفر برآمدند و هجرت کردند. و به همین شکل دوستای عزیز از مکه مسلمان ها می آمدند به مدینه و وقتی که به مدینه می آمدند یک عامل دیگر هجرت اونها رو برای اونها چیزی محبوب میکرد این بود که انصاری ها چنان اونها رو پیشواز و استقبال میگرفتن که گویا که برادر باشن، گویا که برادری که از یک پدر و مادر آفریده داشته باشن. این عامل نیز اونها رو خیلی دلگرم میکرد. یعنی انسانی که تصور کنید وطن خودش ترک میکند، تجارتش ترک میکند، مالش ترک میکند، شاید پدر و مادرش ترک کرده که شاید که دوستای نزدیکترین عزیزای دلی خودش ترک میکند، یک جا میرود با یک آغوش گرم، با یک چهره کشاد آنها رو پیشواز میکنند. چگونه احساس پیدا میکنند؟ بنابراین الله تعالی در وصف انصاری ها گفت والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. این بود خلاصه حلقه امروزه ما دوستای عزیز و انشاءالله در حلقه آینده هجرت پیامبر علیه السلام، مقدمات هجرت پیامبر را به شما خواهیم گفت و از الله تعالی برای شما تنصیحاتی و ایمان و عافیت طلب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.